شما علاقه از بلندشوی نرخ برق آگاهید؟ از 1 январи سال 2024 ارزش برق در تاجیکستان 16% بلند می شود. در این رابطه ما قرار دادیم از ساکنان پایتخت پرسیم این به بودجه آنها چه تاثیر می رساند؟ از 1 январ ارزش برق 16% بلند می شود نرخ برق. خواهش گمنی. باشکتون سپرده میتونید قدره؟ های الله خودش یاردم میکنه. 16% بلند شوی چقدر تاثیر می رساند بودجه ایالات؟ اکنون میبینیم ده. هر چی که هست میبینیم. میتواند سپریدن به فکرتان؟ نه. چیکار میکنید دیگه؟ خیلی من بالا قدم سپریشه. اگه بودجه مسئله بودجه را بنهایت وزمین. فکرتون سپرده میتوانید؟ اما نرخ بالا می شود هر ماهینش دشوارتر می شود شاید سپرده میتوانید؟ دشوار می شود لیکن حتما میسپریم. من هیچ گفتن نمیتونم. چندان بلند نمی شود که آدم‌ها دیگر نرخ برق را سپرده نتونند. این در هر طلبات شهرداری هست وقتی که اهالی زیاد شد نیروی برق زیاد یعنی که استفاده می شود و این یک روند معمولی است هیچ گپ ندارد مشکل نیست برای ما. Не знаю, что думать. Государству виднее, что хочет, то и делает. Что, народ что будет спрашивать, что ли? По-вашему, ваш семейный бюджет выдержит это? 16% это немало? Конечно, не выдержит. А у кого дети? Ладно, мы взрослые уже там это. А дети у кого? По 5, по 6 детей? Не знаю. Ну, в общем, ничего не хочу сказать. Это все плохое. از 1 январ 16% قیمت‌تر می‌شود برق. هیچ گفتن نمیتونم. اینا حکومت حل میکنه ما بودجه اولوی شما میبردارد قدر سپردن؟ ممکن بردارد. هیچ گفتن نمیتونم. خیلی برق باشد در این خنوکی نغز قیمت هم باشد برق. نه اگه جو مودمای کم اقل سپرده میتونیم هر نمیتونیم. ماه عادتاً چند تومانی میسپرید برای برق؟ هر خیلی که وابسته به رسخود پره رسخود کم باشه کم میشه. البته با نظر داشت سطح زندگی مردم این ناویگیری اینقدر خوبی ندارد اما از جهت دیگر از بس که برق در تاجیکستان ارزان تر از همه جا است اندکی بالا برداشتن نرخ برق برای بلندشوی رفاه و سطح زندگی مردم باشد شاید خوب باشد. مردم عادی ده وزین‌تر میشوه. خیلی که با معاششون بالاتره و مثلا کارش خوبه. وایده و مثلا همه آدمی که عادیه که مثلا کار نداد مردم خیلی بیکار باشند یا که معاششون پس باشد کمتر وزین‌تر میشه به فکر من. سپرده میتونید قیمت شده نشن؟ نه تونیم باید بسپاری که استفاده